صورت ضرورت هنگام بد شدن وضع در مرز تاجیکستان با افغانستان، روسیه برای چاره‌های قطعی‌ترین برای کمک به تاجیکستان آماده است. این اظهارات روز هفتم اکتبر از زبان نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه ماریا زخارova صدا داد. در بریفینگ روزه وزارت خارجه روسیه، ژورنالیست خبرگزاری افغانی آزیا نیوز از زخارova پرسید که از بس که مناقشه بین حکومت تاجیکستان و رهبران طالبان تا حال حل نشده باقی مانده است، آیا روسیه در صورت ادامه این مناقشه به کمک تاجیکستان میرسد؟ ماریا زخارova پاسخ داد که در مسکو امیدوارند که طالبان به وعده‌های قبلی خود در مورد اینکه از خاک افغانستان تهدید به امنیت کشورهای دیگر از جمله بعضی کشورهای همسایه بر نخواهد خیست صادق میماند. او افزود روسیه تماسهایش با طالبان را با مقصد تشویق پیگیرانه عقیده تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان که جوابگوی منفعت‌های تمام نیروهای قومی و سیاسی آن کشور باشد ادامه می‌دهد و وضع در افغانستان و در مرزش با تاجیکستان نیز در مد توجه مسکو باقی میماند. زخارova گفت از این لحاظ بین مسکو و دوشنبه از طریق مقامات حربی، مرزبانی و دیپلماتی تماس‌های دائمی جریان دارند. نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که پایگاه 201 روسیه با تمام مواد لازمه تامین کرده شده است تا در صورت شدید شدن وضع به حکومت تاجیکستان کمک کند اگر ضرور شود. در چارچوب اصول اتحاد و مشارکت استراتژی روسیه و تاجیکستان چاره‌های قطعی‌ترین اندیشیده خواهند شد. اظهار اطمینان مسکو برای کمک به تاجیکستان در صورت بد شدن وضع در مرز این کشور با افغانستان در حال صدا داد که بین مقامات تاجیکستان و حرکت تندرو طالبان که اخیراً قدرت را در افغانستان غصب کرد چند وقت باز تنش ادامه دارد. اخیراً مهدی ارسلان رهبر طالبان تاجیک از گروهی در تاجیکستان ممنوع جماعت انصارالله که در افغانستان از طرف حرکت تندرو طالبان می جنگد اصرار داشت که جنگجویانش برای حمله به تاجیکستان آماده‌اند. نماینده قشون‌های سرحدی تاجیکستان در پاسخ گفت که آنها آماده‌اند که جنگجویان انصارالله را به طور لازمی پیشواز بگیرند و قبر همه‌اش را بکنند. دوشنبه طالبان را به تبدیل دوباره افغانستان به لانه تروریسم بین المللی عیبدار کرده به طور آشکارا از جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود که به ضد طالبان می جنگد حمایت می کند و برای تاجیکان و دیگر اقلیت‌های قومی افغانستان در حکومت نو آن کشور جایگاه شایسته طلب دارد. رهبران طالبان به نوبت خود تاجیکستان را به دخالت در امور خود عیبدار و تهدید کردند که هر عمل عکس العملی دارد.